چگونه شما میتونین که از یوتیوب پول به دست بیارین و یا اینکه در یوتیوب بیزنس کنین؟ یوتیوبی که عین حال هست تماما از یوتیوب سال 2010 سال 2015 فرق میکنه. یوتیوبی که عین حال هست مثل یوتیوبی سال 2015 و سال 2010 نیست. در اون سالها در زمانهای اول همه آدمایی که ویدیوهای یوتیوب میکردن تماما پولشون به دست میآوردن از راه مانیتیزاسیا و از راه اسپانسرها. عین حال در این ویدیو 4 راهی پول کار کردن و یا اینکه 4 راهی بیزنس کردن در یوتیوب در شما نشون میدیم که هر کسی که میخواه و یا اینکه هر کسی که فکرش کرده است باید این ویدیو را تا آخرش گوش کنه. اگر که تا آخرش گوش نکنین شاید که آخرونش از دست میدین که از همه مهمش هست و از همه راهی آسان‌ترش هست برای پول به دست آوردن. لیکن پیش از آغاز کردن ویدیو حتما سلکه‌ای که من در یکم کامنتر ذکر کرده هستم و در اپیسانی مونده هستم حتما رفته تماشا کنین. در اون ویدیو ما فهمونده هستم که کدام کارها در سال 2025 بهترین کارها هستن که شما میتونین آغاز کنین. عین حال برمیگردیم به موضوع خودمون که چگونه شما میتونین که 4 راه استفاده برده از یوتیوب درآمد به دست بیارین و یا اینکه در یوتیوب بیزنس کنین. یکم راه ادسنس و یا اینکه با عقیده دیگر شما میشناسین مانیتیزاسیا. از مانیتیزاسیا پول کار کردن، از مانیتیزاسیا یوتیوب خودش توسط ادسنس پول کار کردن این یکی از راه‌هایی هست که شما میتونین آغاز کنین پول کار کردن. این توسط پرسموتورهایی که شما دارین توسط اون کار میکنه، لیکن از همه مقداری کم در شما پلاتید میکنه. مثلا این وابستگی داره البته با پرسموتورهای شما که پرسموتورهای شما نه اینکه چقدر پرسموتور شما را تماشا میکنن بلکه اون پرسموتورها از کجا شما را تماشا میکنن. مثلا اگر که پرسموتور شما را از امریکا تماشا کنن سر شده از $1 تا حتی $10 میتونه که پلاتید کنن در 1000 پرسموتور. و اگر که پرسموتورهای شما از روسیه باشن که این حال روسیه مانیتیزاسیا نداره، لیکن به هر حال اگر که مردم وی پی ان هم استفاده ببره یا اینکه اگر که مانیتیزاسیای پیشینه روسیه میشید از $1 تا $1.5 پلاتید میکرد سر 1000 تا پرسموتور. لیکن این هم یک رقمی عمیق نیست. در مانیتیزاسیا تا یگان رقمی عمیق گفتن نمیتونید، چون که این از چند چیز وابستگی داره. البته از پرسموتورها وابستگی داره، بعداً پرسموتور شما از کجا شما را تماشا میکنن، بعداً ویدیو شما چقدر دراز است، چون که ویدیو وقتی که کوتاهی بعداً مثلا 1 مینوتن و یا اینکه 2 مینوتن در این گونه ویدیو حتی تا $1 کار کردن میتونید سری 1000 پرسموتور. مثلا اگر که ویدیوهای شما 10 مینوته باشن یا ویدیو شما در داخل یوتیوب 10 مینوت باشه، شما میتونید که از ویدیوی 10 مینوته در 1000 پرسموتور میتونید که از $1 حتی تا $2-3 کار کنید. و یا اینکه اگر ویدیو شما 15 و یا اینکه 20 مینوت باشه از 1000 پرسموتور شما میتونید که از $2 سر کرده تا حتی 3 4 $5 میتونید که کار کنین. یکی از چیزهای دیگری که شما باید بفهمید این است که پرسموتورهای شما تا چندم دقیقه را تماشا میکنن. اگر که مثلا یک پرسموتور باشه در شما که ویدیو را سر داده در 30 سکندش از ویدیو بر اومد، اون شاید در اول ویدیو یک رکلام تماشا میکنه، یک رکلام میبره از یوتیوب خودش اون تماشا میکنه، تمام دیگر بعد 30 ثانیه وقتی که میبره از مثلا یوتیوب از کانالت میبره دیگر اون پول به دست نمیاره، بتره اون دیگر پول کار نمیکنه. لیکن اگر پرسموتورهایی که تا آخر ویدیو را تماشا کردن اون نمود پرسموتورها پول خوب کار میکنن. مثلا ویدیوهای ما وابسته به پرسموتورهاشون پول زیادتر کار میکنن که ما اینا تماما اهمیت نمیتیم. فقط وقتی آماده کردن همین ویدیو ما رفته ادسنس یعنی پول مانیتیزاسیا دیدیم که چقدر پول کار کرده. این ماه 100 چند $100 کار کرده که خلاصه آبشی این ماه همراه پولی که در داخل یوتیوب هست نمیدیم $135 کار کرده که 1300 میشه اونقدر میشه. لیکن این راه هسته که شما میتونین اولین پولتونه به دست بیارین. البته که من خدمت به این دادن میکنم چون که من در اصل نیاز ندارم به این چیز، فقط اون کشودگی که هسته خودش پول کار میکنه. اون پرسموتورهایی که من دارم مثلا 10,000 پرسموتور، 3,000 5,000 7,000 10,000 این گونه پرسموتورها شما را پول زیاد کار نمیکنن که شما بگین که تمام من با این گونه پرسموتورها حیات من عوض میکنم. نه، آخران راهش بهترین راه است که شما میتونین که پول خوب به دست بیارین. دومین راهی که شما میتونین از یوتیوب پول به دست بیارین این توسط اسپانسرها است، یا اینکه توسط پروموت یعنی که رکلام، توسط اسپانسر، توسط رکلامه ها. توسط اسپانسر و رکلامه ها چگونه انجام میشه؟ برای شما حداقل 1 سال لازمه. حداقل بعضی آدم ها در مابین 6 ماه یا اینکه 7-8 ماه این کار کرده میتونن، اما برای بعضی آدم ها حداقل 1 سال لازم است.
برای چی من یک سال گفتم؟ به خاطر که برای سپانسر گرفتن، برای رکلام گرفتن، برای که آدم‌ها از شما رکلام بگیرن یا اینکه دیگر کمپانی‌ها و یا اینکه آدم‌ها شما را سپانسر کنن، برای شما کمی پرسموتر در کرای، یعنی که هر یک ویدیویی که شما می‌پردازین برای شما در کرای که شما پرسموتر بگیرن. اگر که موضوعهای شما رندوم نباشه، مثلا همه نمودی موضوع در شما ویدیو کرده بتونین، تستر سپانسر گرفته میتونین، به خاطر که وقتی که موضوع شما رندوم نه، پرسموتر بسیار میگیره. مثلا درباره این حادثه در اینجا، اون حادثه در اینجا، این کس خیانت کرد، اون کس مثلا این گونه کرد، این گونه ویدیوها پرسموتر بسیار میگیرن که دیگر آدم ها میتونن شما را سپانسر کنن. لیکن خیلی که میدونین توصیه ما این است. و سوم حالتی که شما میتونین از یوتیوب پول به دست بیارین، این توسط بیزنسی که شما علاقه دارین. اگر شما شخصی باشین که علاقه بیزنس داشته باشین، شما شخصی باشین که علاقه مثلا مغازه لباس ها داشته باشین و یا اینکه دیگر نوعی بیزنس هایی که در یوتیوب میتونین اونا پروموت کنین، یعنی که رکلام کنین، میتونین که یوتیوب استفاده ببرین همچون سورسی که شما میتونه یاردم کنه برای کلینت گرفتن، یا اینکه یگان نمودی سرویس داشته باشین که سرویس بهترین است. چون که سرویس آدم میتونن که آنلاین شما را پلاتیت کنن و شما آنلاین کارشون را تمام کنین. اونها شرط نیست که با مغازه شما و اینکه با آفیس شما آماده برون. اگر که شما مثلا لباس سودا کنین، شما میتونین که پیام‌های دسترسی کنین با اون آدم توسط آنلاین، میتونن که آنلاین پلاتیت کنن در شما و شما دسترسی کنین. این یکی از اونها بود. دیگر نمودی بیزنس هایی که شما میتونین توسط یوتیوب پروموت کنن، یعنی که توسط یوتیوب رکلام کنن، بسیار زیاد هستن. اینها را نشسته فکر میکنن. مثلا چگونه فکر میکنن؟ مثلا اینکه همین لباس ما از کجا خریدم؟ همین لباس ما از مغازه خریدم. اگر که همین لباس ما در آنلاین ببینم خریدم میتونم، و یا اینکه نه، اگر که شما بگین که بله من میخرم همیرا، پس فراموش نکنین که مثل شما برای این آدم ها میلیون ها آدم هستن که اگر همیرا آنلاین ببینن میخرن. و دیگر راهش که من خیلی گفتم سرویس ها هستن. مثلا که اگر شما در خارج باشین، در مثلا انگلیا باشین و یا اینکه در فرض کنین در خیته باشین یا اینکه در آمریکا باشین و شما یک سرویس دارین برای آدمایی که میخوان مثلا با آمریکا سفر کنن و یا اینکه میخوان با فرض کنین با انگلیا سفر کنن یا اینکه با خیته سفر کنن و یا اینکه دیگر سرویس های زیاد هسته که ما یک تا نمبر نمیکنیم اینجا. شما خودتون نشسته باید که نویسین در روی ورق که کدام کارها از دست شما میآید و شما میتونین که همینا با یک سرویس و اینکه با یک بیزنس تبدیل بتین که توسط یوتیوب میتونن رکلام کنین اون چیزا، یعنی که توسط یوتیوب بیزنس تون رکلام کنین. اگر که شما علاقه بیزنس داشته باشین، شما نشسته فکر کنین که آیا توسط یوتیوب میتونین اون رکلام کرده و یا اینکه این بیزنس شما توسط اینستاگرام خوب است و یا اینکه توسط تیک تاک خوب هست. شما از خاطرتون نبرورین که به خاطر اونه که مردم در اینستاگرام زیاد هست، این معنی اون را نداره که بیزنس شما این معنی در اینستاگرام پول زیاد کار میکنه. شاید که با چند صد پرسموتر و یا اینکه با چند هزار پرسموتر در یوتیوب شما از اینستاگرامی که صدها هزار پرسموتر میگیره زیادتر درآمد به دست بیارین، اگر که اون بیزنس شما با یوتیوب توغری بگیره. چون که بیزنس هایی که در یوتیوب توغری میگیرن بیزنس هایی هستن که در اینستاگرام توغری نمیگیرن. بیزنس هایی هستن که در اینستاگرام توغری میگیرن، در یوتیوب توغری نمیگیرن. که اینا ما در بیزنس مدل نوبتی از یوتیوب گفتم بگذره. و چهارم حالتش که از همه حالتی مهم هست دوستان عزیز، این کورس ها هسته. بسیاری آدم ها کورس ها را با چشمی بد می نگرند، لیکن یگان پرابلم نیست در کورس سودا کردن. چون که اون چیزی که تو در کورس سودا میکنی، تو سالها و سالها و چقدر پولها و چقدر انرژی، چقدر وقت اخت صرف کرده، اون چیزا آموختی، اون چیزا از خود کردی و امروز یگان مشکلی نیست که تو کورس تیار کرده با دیگران فروشی و اون چیزی که تو خودت آموختی دیگران را بآموزانی. این مثل همون است که مثلا فرض کردیم که شما زبان انگلیسی را میدونین و اینکه زبان خیتویی را میدونین و اینکه زبان عربی را میدونین و این 4 سال 5 سال و اینکه هر چقدر وقتی که باشه صرف کردین، پلس این پول صرف کردین، پلس این انرژی صرف کردین و این چیزا آموختین و امروز میخواین که در مثلا یک جا یک مرکز کشوین. چی در کار مرکز کشودن وقتی که شما در آنلاین میتونین که استودنتاتون بگیرین؟ معنای کورس همین است که برای شما شرط نیست که رفته یک مرکز یک آفیس کشوین هر ماه ارنده بتین، در حالتی که میتونین آنلاین استودنتاتون بگیرین و در آنلاین درسشون بتین به پول ارنده سپاریدن. معنای کورس همین است که چیزی که در آفیس میگذره، چیزی که در یک مرکز میگذره، چیزی که در یک بگیم که آفلاین میگذره در یک آفیس، شما میتونین تبدیل بتین اونا با آنلاین
توسط کورس فقط یک پروگرامی هسته که شما اون پلاتین میکنین و وارد میشین و هم صحبت میشین همراه اون آدمی که اون چیزا شما را یاد میتیه و همراه اون درس میخونین. معنای کورس همینه. لیکن امروزا کورس فروشی هم بسیار بی‌ضبط شده، چون که بسیار آدما فریب میکنن. به خاطر اونه که شما در فریب کورس ها نرفتین، شما باید یک کار بکنین. مدت چندین وقت اون آدمی که شما از اون کورس میخرین تفتیش کنین. چگونه تفتیش؟ مثلا مدت یک مدت تماشا کنین ویدیوهای اون در یوتیوب که آیا اون پستیانی ویدیو میپرتویا، آیا در ویدیوهاش اون آدمی هسته که شما میخواین مثل همون باشین. اگر که اون شخص باشه که شما مثل اون شیدن نمیخواین، شما نمیخواین که مثل اون باشین، پس التماس کورسای اون آدما نخرین. اگر که اون آدمی باشه که شما میخواین مثل اون شیدن، پس بخرین کورساشا. مثلا شما میتونین که اگر شما آدمی باشین که بسیار خوب صحبت کرده بتونین، آدمی سخنور باشین، آدمی باشین که آدمی گپزن باشین، آدمی باشین که چی طور سودا کردن یگون محصولات هم میتونین، مثلا در مغازین ها میتونین که یک یوتیوب کانال تشکیل کنین و دیگر را در یوتیوب تون درس بدین. یوتیوب برای این نمود بیزنس مدل ها بهترین جای هسته که شما میتونین دیگران درس بدین، چون که وقتی که شما سخنوری خوب هستین، ویدیوهای 10 مینوته و 15 مینوته برای شما هیچ مشکلی ندارن. و وقتی که یک آدم چند مثلا 5-6 ویدیو شما را تماشا میکنه، اگر هر یک ویدیو شما 10 مینوتی باشه، الکی وای 50 60 70 مینوت صرف کرد همراه شما، یعنی که زیاده یک ساعت صرف کرد و همراه شما مثل یک آدمی میشوه که شما را میشناسه. خلاصی گپ وقتی که اون شما را میشناسه، شما با آسانی میتونید که محصولاتتون را سودا کنین و اون آدم هم علمی که دارین اون آدم بتین. و این نمود بیزنس مدل ها، یعنی این نمود کورس ها، چندین چیزهایی هستن که شما میتونین سودا کنین. یکی از اونها خیلی گفتم زبان انگلیسی. نه تنها زبان انگلیسی، دانستن زبان‌های خارجی که طلبات مردم با اون زیاد هسته و یکی از اونها البته که زبان انگلیسی هسته و اینکه زبان خیتویی هسته و اینکه زبان عربی هسته و اینکه زبان مثلا نمیسی هسته و دیگر زبان‌هایی که مردم خودمون با اون طلبات دارن. دیگرش ویدیو مونتاژ، فوتو مونتاژ، دیزاینری. اگر شما دیزاینری خوب باشه میتونید که دیزاینری رو یاد بدین در مردم. حتی نه به خاطر اومد، اگر که شما خوراک پزی زیبا باشین، اگر که شما شخص باشین که خوراک های خوب پخته میتونین که ویدیو کنین درباره خوراک های دوست داشته‌تون، درباره خوراک های مثلا تاجیکی، ازبکی و اینکه خوراک در عموم خوراک های مسلمانیه که هر یک مسلمان میتونه خورد، چون که ما مسلمان هستیم و همین گونه ویدیو را تماشا میکنیم. اگر شما یک ویدیو کنین که درباره یک فرض کنیم گوشت خوک باشه، هیچ کس تماشا نمیکنه، چون که ما مسلمان هستیم و خوراک های مسلمانی میخوریم. از همین سبب اگر که شما خوراک پزی شفی زور باشین، مثلا میتونین که درباره اونها ویدیو کنین و یک پکیج، یک کلکشن، یعنی که یک فرض کنیم شما 100 نمود اوقات پخته میتونین، 100 تا ویدیو میکنین درباره 100 تا اوقات و سوداش میکنین، میره با همه آدم ها میخرن این گونه چیزا را. حتی مردها برای زناشون میخرن که ما این ویدیو را تماشا کن، مثل همین اومد خوراک پز. اگر که رسمات شما مثلا یک مرد باشه میخواد که اوقاتای زیبا بخوره، میخره اونها برای همسرش. و یا اینکه اگر زنها شما را تماشا کنن، اون حتما از شوهرشون پول گرفته از شما میخرن، به خاطر که برای شوهرشون اوقاتای زیبا تیار کنن، اوقاتای بامزه تیار کنن که شوهرشون ناز بینن. یعنی که تمامی چیزا، تمامی کارهایی که شما از دیگران دیده بهتر کرده میتونین، شما میتونین سودا کنین، شما میتونین بیزنس کنین. تمامی کاری که شما از یک کسی دیگر دیده بهتر میکنین. مثلا اگر که زبان انگلیسی شما در یک سطحی بلند نباشه، در یک سطحی میانه باشه، شما فکر کنین که انگلیسی من اونقدر بلند نیست، من نمیتونم در دیگر سودا کنم، شما خطا میکنین. چون که انگلیسی شما مثلا در سطحی میانه باشه، لیکن از سطح یک آدمی که هیچی را در زبان انگلیسی نمیدونه از اون بلندتر است. این معنی اون را داره که شما میتونین در همون آدم سودا کنین، همون انگلیسی تونه، نه اینکه در شخصی که مثلا انگلیسیش ادوانس ای در سطحی بالاترینه و شما در سطحی میانه هستین، شما با اون آدم سودا کردن نمیتونین، چون که اون علاقه از شما دیده بسیارتر میدونه. شما این مینوی سودا کردن میتونین با آدمی که سطحی انگلیسیش از شما دیده پستر است. و یک چیز دیگر از خاطرتون نبرین که اگر که شما بگین کنکورنسی بسیاری بده در ساحه ما زیاد هستن ویدیوها، از خاطرتون نبرین بچه‌های عزیز که هر یک آدم مخصوص به خودش تماشابین داره. هر یک آدم مخصوص به خودش تماشابین داره که
مثلا ویدیوهای شما با اون پسند است و ویدیوی یک آدمی که 15 سال همین کار کرده است با اون پسند نیست و اینکه شما را نقض میبینن اون آدم را نقض نمیبینن و اینکه طرز گفتگوی شما پسند میاد با اونها طرز گفتگوی اون آدمی که 15 ساله که زده است با اون پسند نمیاد. یعنی که شما کوشش نکنین که خودتون با دیگران برابر کنین. شما از خاطرتون برین که مثل شما برای این آدم ها میلیون ها آدم هست. مثلا من این ویدیو رو میکنم، ویدیو من را نقض میبینم بعضی آدم ها و ویدیو یک کسی که 10-15 ساله که ایمنای همین گونه ویدیو را کرده است ویدیو اون نقض نمیبینن به خاطر اونه که پرسونالیتی من، یعنی که شخصیتی من و اینکه طرز گفتگوی من و اینکه طرز شاید شکل نمودی من و اینکه شاید طرز رفتار و گفتاری من مثل همونا است و یا اینکه با اونها پسند است و یا اینکه اونها میخوان که مثل من باشن مثال و یا اینکه اونها میخوان که در حیات یک قدم به پیش روند. که اگر که شما ویدیوی اولی من رفته تماشا کنین که از کجا من شکرانه خدا به کجا آمده رسیدم، که از 1 سال پیش من ویدیو کنین را سر کردم که همه چیزا در یوتیوب پوبلیش نه گفته گذاشتم. از کتاب هایی که من میخوندم، چه کتاب ها را میخوندم و درس هایی که من از اون کتاب ها میخوندم به سمع شما یعنی که میرسوندم و یا اینکه دیگر کارهایی که میکردم چقدر حرات و درآمد داشتم از کجا پول به دست میآوردم همش گفتم بگذاشتم در یوتیوب پوبلیش نمیتونین که ویدیوهای پیشین رفته تماشا کنین میبینین که من از کجا تا کجا را آمده رسیدم. و همش شکرانه. و همینا بودن 4 راهی اساسیه که شما میتونین از داخل یوتیوب درآمد به دست بیارین. تو ویدیوی آینده در پناه خدا باشین، خودتون احتیاط کنین. در ویدیو آینده میبینیمتون. پناهتون با خدا.